حشر عمومی به هدف سرسبزی و پاککاری ساحات پوهنتون البیرونی در این پوهنتون ادامه داشته و مسئولین ادارات با شور و اشتیاق هم روزه برای 1 ساعت در این حشر عمومی اشتراک می کنند. پوهنمل گلاقا انوری، معاون تحقیقی و مجله علمی پوهنتون البیرونی که در این نشر عمومی اشتراک داشته است، با ابراز خرسندی از علاقمندی مسئولین در عرصه اشتراک در این نشر بر ادامه این روند تاکید ورزید. طوری که همه ما شما در جریان قرار داریم، فعلا در مو عشری که همه روزه از ساعت 8 بجه تا 9 بجه به اساس فیصله رهبری محترم پوهنتون که در کنار انجام بهتر کارهای اداری و فعالیت‌های تدریسی و تحقیقی 1 ساعت کار کارمندان بدون استثناء به شمول رهبری و سایر اعضا و استادا در کنار هم 1 ساعت کار برای سبزی و برای آبادی پوهنتون البیرونی را جز شعارهای خود ساختند که هر روزه این عشر از ساعت 8 بجه الی 9 بجه ادامه داره. همون قسمی که همه ما شما در تصویر می‌بینیم، تمام کارمندان اداری و بخش‌های مختلف پوهنتون همه روزه از ساعت 8 تا 9 بجه در آبادی و سرسبزی و پاکاری سعیم هستند. انشاءالله که به زودی ما شاهد یک دستاورد خوبی در راستای سرسبزی و آبادی پوهنتون البیرونی باشیم. رئیس ډیره کم مهرباني کړې چې د کارګرو ته راوستي دي، ته موږ ټول کارمندان دي او دلته کار کوي او غواړي چې د پوهنتون چاپیریال جوړ کړي او دلته په آینده کې چمن وکړي یا دلته کښت وکړي د میوو لپاره دا ساحه جوړه کړي او د کارمندانو څخه زه ډېر خوشحاله یم چې ټول کارمندان راغلي دي او دلته کار کوي. زه خپله به پکې ګډون کړی، زه مدیر ورزشي د پوهنتون البیروني پوهنتون عمومي مدیر یم او دلته کار کوم. بیل وهم د خپل وطن آبادی لپاره خدمت. بیشتر از 10 روز میشه که ما اینجا کار داریم به اساس هدایت رئیس صاحب و معاون صاحب که در اینجا غیر از مدیرای تدریسی 50 استثناء هستند دیگه، همگی از رئیس تا مامور تا کارکن خدماتی همگی اینجا باید تدبیر بزنن به خاطر سرسبزی و آبادی وطن. ما اینجا امروز آمدیم، اینا بیشتر از 10 روز میشه که به بیل زدن هستیم تا که این کبلا و جیایی که بر آمده است یا بیفایده هستند تا که از یک استفاده خوب شود، یک میوه شونده شود. حداقل بتونن یک روز یک کارمندا باغ اداری که مثلا در پیشتر روز جور شده معاون صاحب اداری گفته اما تو اینجا هم یک میوه شونده شود. قابل ذکر است که این حشر عمومی از سوی ریاست پوهنتون البیرونی با هماهنگی وزارت تحصیلات عالی آغاز گردیده و هم روزه برای 1 ساعت ادامه خواهد داشت.